بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. لإیلاف قریش، برای الفت دادن قریش. ایلافهم رحلة الشتاء والصیف، الفت دادن آنها در سفر زمستان و تابستان. فلیعبدوا رب هذا البیت، پس باید که پروردگار این خانه را عبادت کنند. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آن که در گرسنگی طعام داد و از ترس امینی داد.